کامنت شه ببینید در این پایان در روزی بعد گپ زد. آره همین نمیشه که بگه که حضرت یوسف یا بچه بود گم شد یافتنش. خب یک چیز ذکر کنم برادر شروف. بگو برادر سلام. لذت این سفر کسی میفهمه که مبارزه و میخواد گوش کنه واقعا. این یک بسیار یک چیزی تاریخی اگر برای تاریخ باشه برای یعنی شهرت نه، اما یک کاری است که یک نفر باید آماده زندان باشه. احتمال داشت که در همون جا یک نفر ما زندان میشینیم به خدا. احتمال داشت. برای بعض انشاءات‌های دولتی است که اصلا حقی به پیشش دو بار گذشتن نداری. واقعا خود همون شهر ریم جای شهری تاریخی است، بعضی بناهاش خیلی از لحاظ امنیتی خیلی لحاظ امنیتی است. من در هیچ کشور دنیا عین ریم من ندیدم که حتی محافظا با سلاح ایستادگان در کوچه ها. بسیار از لحاظ امنیتی، از لحاظ بی خطری، کامراها و دوربین‌های بی خطری بسیار حرفه‌ای بود. ولی کسی که قدر این راه نمیدونه، لذت این مبارزه را نمیدونه، برای گپای ما بسیار گپ زدن است، بسیار گپ زدن است. اما برای کسی این گپ مهم است که آینده میخواد در این راه ایستاد شوه مبارزه برای این تجربه است. این برای نسل بعدی تجربه است که یک زمان در یک ایتالیا، یک کشور بیگانه، رو باری هم نرفتی، ساعتی هم در اونجا نبودی، 4 جوان میخیزه کمرش میبنده. حتی یک چیز دیگر من پیغام برسونم که من شاید احتمال زیاد رفتن نبودم، چون من یعنی سری کار بودم نمیتونستم. خونه در خوابم صبح برام پیام میبیو که پدرت بردن محکم کردن. ولی خدا من یک حال تصمیم نگرفتن رفتم. شما میخواین کارا همون دقیقه پیام دادم تیمی که سفر میکردن، چیپتا گرفتم قدیشون رفتم گفتم پس شما خودتون ما را مجبور میکنه. پس جواب این کار شما همین است که من باید کمر ببندم. من خب پیغام رسوندم که توکلتون به خدا. اینو حتی زبان مادری نمیفهمم. من یکی حالا تصمیم نداشتم، من تو جای کار من نپرسیدم، به خدا گفتم اگر که همین روز از کار بیرون نمیکنی خاک تو سری کارت. این راهی من بالاتر از کار، پیسه، دنیا، زندگی میسته. حتی فامیلم خطی همینه که هیچ کسی خطی مشورت نکردم، بردم گفتم که من رفتم خداحافظ، چمدان مگیرتم سری راه تمام دیگه. چون برام خیلی مهم بود این راه، این سفر برام خیلی مهم است واقعا. این یکی از ایده ها، یکی از آرمان های برادر سهراب است که در هر کشوری اروپا اگر تو آمدیم ما تو را شرمنده میکنیم و ما به همین روحیه که اگر که امروز در بری ما نیست برادر، شاید در جای بسته است نمیدونم تقدیر چی است، ما راهی او را، ایده او را، برنامه او را، آرمان های او را ما چی نمیکنیم، نمیگذاریم که کنار باشه. همین چیز مرا واقعا دوباره بیدار کرد و در همون ساعت، چون چیز 2 ساعت راه از آلمان به ریم قرار طولانی نیست برای یک مبارز. فقط مبلغ لازم است، مصرف باید بکنی. بعضی وقت از شکم زن و فرزند، از شکم پدر و مادر، از شکم بعضی کسا اکنام میکنی، استاد میکنی. یک چیز دیگر در یک جلسه ما صحبت داشتیم، من میخواستم که با مردم مراجعت کنم. حتی برادر خود یکی دلشاد سعی رای مرا گرفت که برادر گفت شاید ما اونجا میریم موفق نمیشیم. متاسفانه مردم ما یک کمی مدت تجربه دیدیم، یک کمی مردمی است که بعضن حرفای کلان میگه اینا رفتی از دستون چی کار اومد. اما ما در این سفر مصرف کلان داشتیم واقعا. از حسابی من از این فرصت از حسابی تک تک بچهای حرکت بود، اعضای حرکت بود که در همینجا خاصه هم گذاشتن. ما حتی از شاید از بیرون خطا نکنم اصلا شاید 99% من باور معلومات دارم که شاید یگام یاری رفیق نزدیکی کدام برادر اگر در همینجا سهم نگذاشته باشه تمام مصرف این رو، چون تصور که بلیتی که یک ماه پیش میخری چقدر است و همین حالی میخری چقدر است. همین هر کس میتونه پروبیگ کنیم، بدونین داخلی صفحه ببینید که یک چیپای هواپیما همین ساعت چقدر است. و ما این چیزا چی کردیم، یعنی واقعا مصرف کلام بود اما ارزنده است. بعضا موارد جای خودش داره، لذت خود همین رو وقتی که تصور که یک جوان ما قدرتی، یعنی که جای تعریف نیست، قدرتی هر یک اعضای حرکت من دیدم که ما در نزد یک حکومت ایتالیا چقدر یعنی شخصیت هستیم. این باید قبول کنیم که از تمام ساختار در نزد یک وزارت ایستاد شدیم، نمیدونم یک کمیته بود، وزارت بود، ایش از در بیرون میشوه، اوس داخل میشوه، رادیوهاشون کار میکنه، تلفناشون کار کنه، از ایش پیام میاد، ماشین میبیو میره، زنش میبیو، مردش میبیو. این یک حالتی است که ما بجای زیغ شویم ما گفتیم بلیازی خدا گناه ما چی است. ببینید که وقتی خداوند عزت میده برای یک مبارز، من عزت میبینم در اینجا، من آبرو میبینم در اینجا که حکومت میبیو چیکار میکنه، یک معلوماتی بر دروغ میته بالای ما و یک حکومت کلان
یک حکومت کلان ایتالیا مبلغ صرف میکنه، رسخود میکنه، بالای ما چقدر کار میکنه، چقدر معلومات های بردروغ خطی. اینجا معلوم شد که یک مبارز چقدر یعنی که نیرو داره. من نیروی یک حرکت دیدم، قدرت یک حرکت سیاسی دیدم که ما در جامعه قدرت داریم. ما در جامعه یعنی که حرفی ما حرفای حکومت از ما میترسه، برای که بعد از بعضی تفتیش ها الکی حکومت همو پلیس و امنیت دیگر رو بعد از تفتیش ها بالای ما زیادتر چی کردن. یعنی شاید یا بعض نهادها شاید پیغام رسانه یا شخصیت های یعنی اپاسنین در جامعه یا فلانن به مدانن، همه نهادها شاید معلومات نداشت، بعضی نهادها شاید معلومات داشت. وقتی که حجت های ما در دست اونها رسید من فکر میکنم بعد زیادتر آمدن، زیادتر بالای مسئله کار کردن. پس اینجا معلوم میشه که یک نفر یا که چند نفر میتونه کارهای بزرگی را انجام تیه. به همون خاطر من از مردم اگر در این سفر مردم استاد میشه در برای ما همکاری میکرد، کسایی که پدراشون برادراشون در زندان است نمیدونم میخوان پیامشون رو برسونن، در این سفر در پیوست میشدن با ما از برلین دیده واقعا بدتر کارهایی براش میکرد. تصور تا امروز در ایتالیا بود، اما متاسفانه گفتم که سفرها مصرف داره. همین جایی که خطیب پاپ ایرین ملاقات کرد بسیار دوستوب خوب بود برای هر کاری را انجام دادن. میدانی خیلی وسیع است، خیلی بزرگ است. میتونست که یک گروه از ایتالیا بیرون میشد او میگفتن اینا رفتن، گروه دیگر کاری کلان میکرد، اما گفتم که کار و بعد مصرفیت و بعد مصرف های کلان ما مجبور بودیم که باید ترک میکردیم. ولی تا امروز اونجا از چند سفر دیگه داشت زیاد کارایی میشید. این پیغام است. خب